به نام خدا. سوالات پرتکرار اصل لوشاتیه. صفحه 108 یک نمودار رو داریم. این نمودار مربوط به تولید آمونیاک هست. این نمودار نزولیه. یعنی چی؟ یعنی با افزایش دما غلیظت مولی آمونیاک کم میشه. در واکنش‌های گرماده اگر دما رو زیاد کنیم واکنش برمیگرده و به جایی که فراورده تولید بشه واکنش دهنده تولید میشه، یعنی به سمت برگشت میره. خب پس وقتی که میگیم به سمت برگشت میره یعنی چی؟ یعنی واکنش دهنده ها غلیظتش زیاد میشه، پس غلیظت آمونیاک کم میشه. توی کتاب نوشته درصد مولی آمونیاک، همین غلیظت مولی آمونیاک هست که من کشیدم. صفحه 110 صفحه 110 پایین صفحه سوال 2 معمولاً سوال امتحانی هر سال هست. خب اینجایی که واکنش به ما داده، اول باید تشخیص بدیم که گرماده هست یا گرماگیر. چرا باید این کار رو انجام بدیم؟ چون یک نموداری داریم که اسم دما آورده. خب اینجا 1 مول، اینا همه به حالت گازی هستن، خود مسئله گفته. اینجا 2 مول هست، اینجا 1 مول هست. پس کیو جایی قرار میگیره که مول کمتری باشه در حالتهای خاص که گازی هست. خب میاد در سر نمودارش عین نمودار تولید آمونیاک میشه، ولی سوالی که اینجا پرسیده اسم فشار رو برده. گفته فشار 2 فشار 1 کدوم بزرگتر هست؟ خب این فشار 2 شیب بیشتری داره، پس در ابتدا میگیم فشار 2 از فشار 1 بزرگتر هست. چرا؟ 2 تا دلیل داره. یکی از دلایلش این هست که ما اگر یک دمای خاصی رو در نظر بگیریم، مثلا 40 درجه سانتیگراد در نظر بگیریم، اینو وصل کنیم به P1، بعد همین 40 رو ادامه بدیم، P2 هم به دست بیاریم. به فرض میگم 60-80، یعنی درصد مولی. میبینم که در دمای 40 P1 در فشار P1 آبی که به دست اومده 60، ولی در فشار 2 بیشتر است. پس اینطوری جواب میدیم در یک دمای مشخص و معین در فشار P2 غلیظت مولی آبی بیشتر است. این جواب اول. جواب ب یعنی الف ب، یعنی 2 تا جواب داره، 1 2. دومیش چیه؟ ما میدونیم که واکنش گرماده هست، میگیم در واکنش های گرماده با افزایش دما خب غلیظت مولی کم میشه، ولی این جوابتون نمیشه. جواب چی هست؟ اینجا اسم فشار آورده، باید رابطه رو ربط بدید به فشار. من یک بار دیگه اینو می‌نویسم. خب افزایش فشار، میگم P2 فشار بیشتری داره، افزایش فشار حجم رو کم میکنه، واکنش رو به سمت مول کمتر میبره. اینجا کجا مول کمتری داره؟ فراورده. پس میگیم طبق اصل لوشاتیه با افزایش فشار. چرا؟ چون اسم فشار آورده. با افزایش فشار حجم کم میشود و واکنش به سمت مول کمتر میره. پس میگیم به سمت مول کمتر میرود. یعنی چی؟ مول کمتر کجاست؟ به سمت رفت میره که رفت آبی هست. خب این هست. اگر هر سوالی پرسیدن که چرا این واکنش گرماده هست، چرا این واکنش گرماگیر هست، یا آیا گرماگیر هست یا گرماده و دلیلش رو خواستم، باید اینطوری جواب بدید. در واکنش هایی که تشخیص میدید که گرماده هست باید جواب بدید که مثل تولید آمونیاک، مثلا این واکنش سوال 2 صفحه 110 شبیه آمونیاک بود، گرماده هست. خب میگیم بله گرماده هست، دلیلش چه کار میکنیم؟
میگیم با افزایش دما، فقط همینا جواب میدیم. با افزایش دما غلیظت مولی فراورده کم میشود طبق اصل لوشاتلیه. اگر گفت چرا گرماگیر هست مثل این واکنش که کتاب آورده، میگیم که با افزایش دما واکنش به سمت رفت می رود و تولید محصول بیشتر می شود. فقط کافیه برای دلیل گرماده و گرماگیر بودن واکنش ها همین رو میگیم. با افزایش دما حالا غلیظت مولی ببینید گرماده هست یا گرماگیر کم میشه یا زیاد میشه. خسته نباشید.